شرط میبنده این ویدیو رو زیر 10 بار نمیبینی. 5 تا نکته طلایی که میتونه شما رو از یه پلو پلیر به پلو پلیر سگی تبدیل کنه. اگه میخوای سرعت شلیک کردن و سرعت عکس‌العملاتون بره بالاتر، گزینه‌هایی که مشخص کردم و داخل بیسیک اینجوری تنظیم میکنید. دومین نکته طلایی برای بچه‌هایی که همه داخل بازیشون لگ دارن و میخوان لگشون بهتر بشه، با فعال کردن گزینه‌هایی که براتون قرار میدن میتونید لگتون رو تا حد زیادی کم کنید. نکته بعدی، برای زدن بهترین موومنت ها و خفن‌ترین و گیج کننده ترین موومنت های کالاف باید این دو تا گزینه رو به صورت فعال کنید و این گزینه رو بین 70 تا 90 متغیر قرار دهید. نکته طلایی 4، برای اینکه گانات همه بدون لگ بشه، توی قسمت سنس بخش فایر پوینت میای و این گزینه رو متغیر روی 130 تا 140 میذارید. نکته آخر، برای از بین بردن لرزش صفحه وقتی که به انمی تیر میزنید، این گزینه‌هایی که مشخص کردم رو میذارید روی آف و خودتون رو خلاص میکنید.